کانرودو یک ایالت کوهی است. کوه، تپه و گپا بسیار داره و هر کس در اینجا که زندگی میکنه که تواناییش دارن موترهای خود آفرود میسازن، به خاطر که اینجا گیم های آفرودینگ بسیار زیاد است. بسیار یکی از سرگرمی های مشهور از این استیت همی است که دیگه بسیار سرگرمی های مشهور داره. خب من درباره‌اش معلومات زیاد ندارم، اما همیشه میفهم که یک ایالت کوهی است. آفرودینگ در اینجا زیاد است. آفرودینگ به معنایی که یعنی در کوه و در تپه ها موترها را میبرن، زورنمایی میکنن، موتر زورش نشان میتن که اینا مثلا این موتر ما اینقدر قدرت داره، این تا جای ها بالا میشه و میگرده. دیگه آب و هوایش مثل افغانستان ورست. این میال فعلا زمستان است، سرد است، برف میباره زیاد در اینجا. باز تابستانش بسیار سرسبز و مقبول است.